ناگهان ممنوعیت رشته بوکس در ایران مصوب شد. من میگم اگر حاج احمد ناطق نور نبود این ورزش نبود، اگه این ورزش نبود منم نبودم. خب ولی این انتقادات از دلسوزی دلمون میخواد بتونیم از پرچمداری این ورزش در المپیک سود ببریم و این افتخار برای تمام کسانی که توی خانواده دارن زندگی. مرتضی 92 96 2000 2004 تک سهمیه محمد هاشمی، 2008 2012 لندن 4 سهمیه، 2016 احسان رضوانی سهمیه، 2022 سهمیه و 2024 بدون سهمیه. جناب اسماعیلی خدمت عرض کنم که ما به جرئت میتونم بگم 50 سال از بوکس دنیا عقب میگیره. با اومدن مربی کوبایی، مربی روسی، اگر پایه‌مون ضعیف باشه